سلام و درود رفقا، با یه پلتفرم جدید در خدمتتونیم. همونطور که مشاهده میکنید طبق لینکی که در اختیارتون قرار داده شده وارد پلتفرم میشید. این پلتفرم هم مثل پلتفرم ارنپپه پلتفرم ساده فیورا اسم این پلتفرم و میم کوین میتونید به راحتی ازش کسب کنید. می‌بینیم که داشته باشیم آموزش این پلتفرم جدید و واریزیش هم که بهتون نشون دادم واریزی‌های آنلاینش بود و اما واسه ثبت نام بعد از وارد شدن با لینک گزینه گت استارت ناو میزنید. ازتون یه یوزرنیم میخواد، یک ایمیل، یک پسورد و تایید پسورد. این کادر رو به درستی وارد میکنیم. کپچه رو حل میکنیم و گزینه پذیرش خدمات و شرایطشون هم میزنیم و ساینگ اپ رو فشار میدیم. واسه یوزرنیم حواستون باشه نقطه رو قبول نمیکنه. شاید بعضی وقتا هم تایم اوت بهتون بده. هر موقع تایم اوت رو دیدید یک بار دیگه تلاش کنید، بار بعدی انجام میشه. بعضی وقتا به خاطر آی پی آی ما یه تایم اوتی قرار میگیره واسه همون به ما تایم اوتی میده. کپچه و این گزینه رو هم زدیم. جیمیلمون رو اشتباه وارد کرده بودیم و همونطور که مشاهده میکنید وارد پلتفرم شدیم. اینجا هم اثبات میکنیم ربات نیستیم. این پلتفرم هم مثل پلتفرم ارنپپه چیز خاصی به اون صورت نداره. طبق معمول واسه برداشت حتما باید ایمیلتون رو تایید کنید. بعد از تایید ایمیل برمیگردیم به پلتفرم، یک ریلود میکنیم و پلتفرم برای ما ریلود میشه. میبینید که تبلیغات بیشتری نسبت به پلتفرم پپه واسه ما قرار داده. بعضی وقتا من حتی تا 50 تا هم برام تبلیغ اومده. البته با اکانت دیگه هم، این اکانت که خب اکانت آموزشی همین الان ساختیم. اینجا هم میتونید با کلیک کردن روی این گزینه وارد سایت تلگرامیشون بشید. هر روز یک کد برای شما قرار میگیره. میتونید با وارد کردن کد در قسمت کوپن مقدار توکنی که اون کوپن به شما اهدا میکنه رو کسب کنید. بعضی وقتا هم کوپن‌های تایم دار مثلا 100 نفره 1000 نفره قرار میدن که اونا هم خب توکن بیشتری بهتون میده. شرایط درآمد که به همون شکل سایت پپ است منوال فست رو داره. قسمت منوال فست همون کلیک های 5 ثانیه‌ایه که انجام میدادیم. اینجا بعد از حل کردن کپچا صبر میکنیم 5 ثانیه تموم شه، کلیم یور ریوارد رو میزنیم. البته الان این مشکل برطرف شده دیگه، این کاد رو نیاز نیست بار اول براتون انجام میشه، ولی اگه نشد احیانا شاید بازم برگردونن. یه کپچه جدیده که باید اونم حل شه. همونطور که مشاهده میکنید با هر کلیک مقداری توکن جمع میکنید. الان تبلیغات ما 590 تا بهمون توکن پپه میده. خب همونطور که میدونید این سایت به قیمت دلار به ما درآمد میده، یعنی
ما با دیدن هر تبلیغات یک مقدار دلار بهمون تعلق میگیره که نسبت به قیمت اون ارزی که ما انتخاب میکنیم از اون ارز بهمون میده. یعنی اگر شما 1000 پپه داخل اکانتتون داشته باشید و برداشت نذارید و قیمت پپه 2 برابر بشه، اون 1000 تا توکن شما تبدیل میشه به 500 توکن. پس همیشه حواستون به این مسئله باشه. بعد از اتمام کارتون با این پلتفرم حتما برداشتتون رو در سیولت انجام بدید و بعد پلتفرم رو ببندید. به این طریق شما توکنتون رو خارج کردید. توکنتون هر چقدر رشد بکنه به ارزشش اضافه میشه، یعنی توکن شما نصف نمیشه. تبلیغات این سایت رو دونه دونه انجام میدیم. به تایم الان فکر کنم حدوداً راحت هر 24 ساعت از تبلیغاتی که بهمون میده بدون کوپن 1200 تا، با کوپن و چالنجش حدوداً تا 1500 1600 میشه جمع کرد توکن پپ. حالا شما هر توکنی که دوست داشتید جمع کنید. فقط توجه کنید توکنی که جمع میکنید قابل تبدیل باشه. مثلا شما اگه توکن بانک جمع کنید، بانک رو نمیتونید به هیچ ارزی داخل سیولت تبدیل کنید و خب واسه برداشت بانک نیاز به سولانا دارید. پس با مقداری سولانا به سیولتتون منتقل کنید و خب به صرفه نیست اینجوری. ما مثلا پپه ها هم که جمع میکنیم، پپه رو بعدا به دوج کوین تبدیل میکنیم و با دوج کوین برداشت میزنیم، حالا چه داخل صرافی ایران چه صرافی خارجی. اونجا حالا اگه خواستیم دوباره پپه میخریم یا هر ارز دیگه ای دوج رو میفروشیم و با پولی که بهمون میده، حالا تومان یا دلارش، ما توکن مد نظرم رو خریداری میکنیم. همونطوری مشاهده میکنید واقعا تبلیغات بسیار زیادی داره. راحت میشه از دیدن تبلیغاتش کسب درآمد کرد. پلتفرم زیاد بهتون معرفی میکنم. حالا تا الانم پلتفرم کم نبوده. من در روز خودم اکثرا تبلیغات رو نگاه میکنم. یه سری از سایت ها که تسکای مختلفی داره شاید بعضی از اونها هم تسکاشو انجام بدم، ولی در کل بیشتر میرسم تبلیغات رو نگاه کنم. حالا کلیک و منوال فست و اینجور چیزا هم انجام میدم، ولی خب بسته به تایمه دیگه. من چون باید پلتفرم جدید پیدا کنم، امتحان کنم، برداشت کنم، تایید کنم، ویدیوشو بسازم، یه مقدار خب وقتم محدوده. ولی خب بازم منوال فست هم حتی من میزنم، حتی منوال فست. حالا ما کلیه تبلیغات این سایت رو مشاهده میکنیم تا تبلیغاتش به پایان برسه. همونطوری مشاهده میکنید تعداد تبلیغاتش بسیار زیاد هم است. همونطور که تبلیغات رو تماشا میکنیم توکن به کیف پول داخل پلتفرممون واریز میشه که در آخر ما فرآیند برداشتم انجام میدیم. برای بقیه پلتفرما هم سعی میکنم مو به مو تا جایی که امکان داشته باشه براتون توضیح بدم. منتها تایم ویدیو از اون سمت میره بالا دیگه. نمیدونم، میتونید ویدیو رو بزنید جلو اگه حوصلتون سر رفت، یا اگر متوجه شدید که اون نیازی به ویدیو نداره. ولی خب یه سری از پلتفرما هست یه مقدار تسکا وظایف
و چیزای بیشتری داره. از هر قسمتش یک مثالی رو بهتون نشون میدم که بدونید چجوری هست تا راحت‌تر انجام بدید. فعلا این سایت میگم چیز خاصی به اون صورت نداره. بعضی وقتا حالا تو آپدیتن الانم یه قسمت کریزی فست هم زیر منوال فست اضافه میشه که هر 10 دقیقه توکن بیشتری نسبت به منوال فست میده، ولی خب هر 10 دقیقه یه بار میتونید استفاده کنید. کلیت این سایت و سایت ارن پپه یه کوپن روزانه است که داخل سایتشون میذارن، کانال تلگرامیشون، تبلیغایی که تماشا میکنید، منوال فست و کریزی فست شورت لینکاش هم که برای کشور ما تحریمه. و یه قسمت دیگه هم اسم چالش داخل پلتفرم هست، حالا به اونجا هم میرسیم بهتون نشون میدم دیگه. همین چند مورد بیشتر واسه کسب درآمد داخل این سایت ها وجود نداره. بعضی وقتا همینجوری که مشاهده میکنید به خاطر سرعت اینترنت یا حالا هر چیزی امکان داره موقع تماشای تبلیغات اون تایمر براتون شروع به کار نکنه. معمولا من ثبت میکنم، حالا امکان داره 30 ثانیه، امکان داره 10 ثانیه، بعضی وقتا حتی من تایم گرفتم تا 5 دقیقه هم امکان داشته طول بکشه. براتون همچین مشکل پیش اومد این تبلیغ رو به نظرم ببندید، برید بقیه تبلیغا رو ببینید انجام بدید، به عنوان آخرین تبلیغ بیاید سراغش، چون امکان داره هم این مشکل برطرف شده باشه هم وقتتون رو زیاد هدر ندید، چون همینجوری بخواید اینجا بمونید شاید معطلیش بیشتر باشه. ما منتظر میمونیم. یه بار دیگه تلاش میکنیم بره. بعضی وقتا همچین مشکلی وقتی به وجود میاد یه مقدار آدمو خسته هم میکنه، دیگه کاریش نمیشه کرد. البته با اینترنت خط، یعنی با اینترنت گوشیتون اگه متصل بشید از این مشکلات زیاد براتون به وجود نمیاد. من تست که میکردم بیشتر مشکل من با وای فای هم داشتم، با اینترنت خود خط هم، یعنی اینترنت گوشیم زیاد همچین مشکلی واسم پیش نمی اومد. ما بقیه تبلیغات رو شروع کردیم به دیدن، همونطور که دیدید تایمرش کار کرد. بعضی وقتا همچین مشکلاتی پیش میاد. عالی شد. این تبلیغ 2 هم بود. و یه چیز دیگه هم که مد نظر داشته باشید، هاوینگ بیت کوین انجام شده. حالا جدا از رشد خود بیت کوین، خب بیت کوین وقتی خودش رشد میکنه بقیه ارزا، چه میم کوینا، چه آلت کوینا، چه شت کوینا، حتی اونا رو هم نسبت به ارزش بیت کوین بالا میرن، چون بیت کوین وقتی میره بالا خب این ارزا هم تحت تسلطشن، اونا رو هم به اتفاق با خودش بالا میکشه و شاهد آلت سیزن میتونیم باشیم. پس
تا میتونید به نظر من الان تایمشه. کسب درآمد رایگان خیلی میتونه کمکتون کنه، استفاده بکنید. حالا من سعی میکنم تو این چند روزه پلتفرم‌های بیشتری هم بهتون معرفی کنم که خیلی راحت تر بتونید به کسب درآمد بپردازید. و یه صرافی خارجی هم بهتون معرفی میکنم. من خودم خارجی با کوینکس کار میکنم، حالا بهتون معرفی میکنم، آموزشمون هم واسهتون قرار میدم. جلوتر هم ما حالا قرعه کشی میذاریم واسه کسایی که حالا چه صرافی چه پلتفرما رو با لینک ما ثبت نام میکنن و اعلام میکنیم جایزه رو، تعداد و بازه زمانی و سعی کنید پس با لینک وارد شید، چون بعداً میتونید تو قرعه کشی که ما برگزار میکنیم شرکت کنید. بعد همونطور هم که خودتون میدونید بیشتر سعی کنید اگر پلتفرمی سی ولت داشت، یعنی با کیف پول سی ولت کار میکرد، از سی ولت استفاده کنید، چون به نظرم از فست پی و کیف پول دیگه چی کار میکنن، فکر کنم با کیف پول گوگل کار میکنن، با پایر هم کار میکنن، هم کارمزد کمتری میدید، هم تو سی ولت تبدیل توکناتون خیلی راحته. البته فست پی توکنای زیادی رو نداره، فکر کنم جمعاً 12 تا توکن داره. میم کوین ها رو که ساپورت نمیکنه به هیچ عنوان، اینو که در جریانش هستم. سی ولت کیف پول غیر متمرکزه، میشه ازش به راحتی هم استفاده کرد. ما تبلیغاتمون رو به پایانه، تبلیغات مشاهده میکنیم، برداشت هم میزنیم و اثبات برداشت هم بهتون نشون میدیم و کار ما با این پلتفرم به پایان خواهد رسید. حتما به این مدل دوم تبلیغات توجه کنید. حالا من چون با کامپیوتر استفاده میکنم تایمر میفته برامون، میفهمم، ولی خب با گوشی معمولا چون تایمر رو نمیبینید امکان داره دیر که مهم نیست، امکان داره زودتر بزنید و جایزه بهتون تعلق نگیره، مجبور شید دوباره برید تبلیغ رو تماشا کنید. خب این تبلیغی هم که واسه ما مشکل داشت مثل اینکه مشکلش برطرف شده و آخرین تبلیغ ما خیلی دیگه داره اذیتمون میکنه. همونطور که میبینید اینجا میتونید تنظیم کنید که بر چه ارزی واسهتون نمایش بده کیف پول داخل پلتفرمتون رو، درآمدتون رو نسبت به قیمت اون ارز نشون میده. یعنی یک ارز امکان داره $1 باشه و شما وقتی اون انتخاب کنید اگر $1 داخل سایت داشته باشید یه دونه از اون ارز رو بهتون نشون میده. اینجا هم که بهتون نشون میده با زیر مجموعه گیری 30% است، درآمد اونا به شما تعلق میگیره. توجه کنید فقط زیر مجموعه اول سطح 1 بهتون تعلق میگیره، یعنی زیر مجموعه شما زیر مجموعه 1000 تا هم داشته باشه به خودش میرسه. و چیزی هم که مد نظرتون باشه سعی کنید اصلا از مولتی استفاده نکنید، چون بر مبنای IP اینترنتتونه. این هم قسمت چالنجی که بهتون گفتم. داخل این سایت هر 5 تا ویدیویی که ببینید میتونید
این چالش رو انجام بدید و توکنش رو دریافت کنید. اینجا هم که قسمت کوپن بود، کوپن روزانه رو اینجا وارد میکنید، کپچا رو حل میکنید و جایزش رو دریافت میکنید. کد امروز رو من وارد کردم، همونطور که مشاهده کردید جایزش رو بهم داد. اینجا هم بهتون نشون میده که کی از کوپن استفاده کردید. منوال فست رو داره، گفتم بعضی وقت حالا فعلا رفته سایت واسه آپدیت. پلتفرم بعضی وقت کریزی فست هم اضافه میکنه و میتونید از کریزی فست هم استفاده کنید. هر 10 دقیقه است، به راحتی میتونید کسب درآمد کنید. بعضی وقتا هم این نکته هم بهتون بگم که واسهتون باگ میخوره، اذیت میشید موقع تبلیغ دیدن، کپچا واسهتون اعمال نمیشه تا وقت درست حل میکنید. یه منوال فست وقتی انجام بدید سایت براتون ریست میشه، یعنی پلتفرم ریست میشه براتون و به راحتی میتونید تبلیغاتتون رو ببینید و به ادامه کارتون بپردازید. آخرین تبلیغ هم ببینیم برای ما انجام میشه که اثبات برداشتن بزنیم. همچنان منتظریم، امیدوارم هرچه سریعتر تایمر برای ما شروع به کار کنه. بله، تایمر برای ما شروع به کار کرد و همونطور که مشاهده میکنید هر موقع هم واسهتون کپچا لود نشد یه ریست بزنید، کپچا واسهتون ریست میشه، کپچا جدید میاد و حل کنید. همونطور که مشاهده میکنید تبلیغات ما به پایان رسید و تبلیغ دیگری داخل پلتفرم موجود نیست که ما بخوایم ببینیم. مقدار پپی که ما کسب کردیم از دیدن این تبلیغات و خب شورت لینک هاش هم همونطور که بهتون گفتم برای ما قابل استفاده نیست این پلتفرم. حالا من پلتفرمایی که شورت لینک هاشو بشه استفاده کرد بهتون معرفی میکنم. این پلتفرم از 6 تا شورت لینک استفاده میکنه، یعنی 6 تا سایت که هر 6 سایت آی پی ایران ساپورت نمیشن و بلاکن. یه چیز هلوش 6 ماه که این اتفاق برای ما افتاده و این سایت های شورت لینک دیگه آی پی ایران رو ساپورت نمیکنن. خب میتونید ببینید مقدارش خوبه ولی قابل استفاده نیست. من پلتفرمایی که بتونید شورت لینک استفاده کنید و حتما براتون قرار میدم. البته فکر کنم یکی دوتایی تا الان معرفی کرده باشم و خب میبینید حتی جایزه هایی هم که توی ردبندی شرکت کردن تو شورت لینک ها میبینید جایزه های خوبیه میشه گفت، ولی خب قابل استفاده نیست. این پلتفرم فقط واسه تبلیغ و منوال فست میشه استفاده کرد. اینجا هم که کانال تلگرامیشون واسه تون، نه اینجا ببخشید، اینجا کیف پول سی ولتمون رو متصل میکردیم. همونطور که بهتون قبلا گفتم آیدی سی ولتتون رو اینجا وارد میکنید و متصل میشه به کیف پول سی ولت و هر موقع برداشت رو بخواید بزنید به راحتی فقط با یک کلیک براتون انجام میده. خب من یه چیز دیگه هم خواستم چک کنم.
به یک کیف پول نمیتونید دوبار متصل بشید. پس ما دوباره به سیولت قبلی میریم. داخل گوشی پروفایل قسمت پایین سمت راست بود، اینم که داخل سایت دارید مشاهده میکنید. کیف پول رو متصل میکنی، اونطور که میبینید آیدی رو کپی میکنی و کیف پول رو به راحتی با اد متصل میکنی. کیف پول ما متصل شد و به قسمت ویدرا سیولت مراجعه میکنیم جهت برداشت توکنایی که جمع کردیم. حالا ما چند تا منوال فست میزنیم به 700 تا برسونیم و خب عدد روند برداشت بزنیم. معمولا روی عدد روند من یه مقدار وسواس دارم، نمیدونم چرا، ولی خب عدد روند باشه به نظرم بهتره. نه روند ولی مثلا 680 تا بشه، اصلا 710 تا خیلی بهتره تا 680 تا به نظرم. به قسمت ویدرا میریم، توکنمون انتخاب میکنیم، کپچا رو حل میکنیم و ویدرا رو انجام میدیم. اینجا پیغام واریز برای ما اومد، به کیف پولمون میریم، یه ریلود که انجام بدیم، میبینید که واسه ما 700 تا توکنمون واریز شد و به همین راحتی. من بعد از 2 روز 4000 توکن جمع کردم با نمایش تبلیغات و منوال فست. همونطور که مشاهده میکنید کلا 4727 تا و موجودی الان 4023 تا که 700 تاشم قبلا برداشت زدیم. قسمت پروفایل میرم، همونطور که مشاهده میکنید 1 روز و 21 ساعته که ما ثبت نام کردیم و در 1 روز و 21 ساعت ما جدا از اون 700 تا اول 4000 تا توکن جمع کردیم. دقیق نمیدونم چقدر طول کشید، ولی فکر کنم 1 ساعتی با منوال فست طول میکشه. تبلیغات رو ببینید، منوال فست بزنید، جدا از تبلیغات 1 ساعتی طول میکشه. 1000 تا که خودش داد، 3000 تا هم از منوال فستش به نظرم به دست اومد و روزانه میشه گفت 2000 تا جمع کردم، یعنی 1000 تا از تبلیغات گرفتم. البته الان بیشتر میده نسبت به اون موقع. 1000 تا هم منوال فست زدم که جمعا منوال فست هم 2000 تا بود که حدودا میگم احتمالا 1 ساعت طول کشید و خب هر روزم تبلیغاتش رو نگاه کردم و چیز زیادی نیست به اون صورت. اینجا هم که قسمت برداشت بود، توکن پپر انتخاب میکردیم و برداشت میزدیم. چیز خاصی به اون صورت دیگه نمونده واسه توضیح به نظرم. خیلی راحت میتونید از این پلتفرم استفاده کنید. همون تبلیغاتش هم حتی ببینید، روزی 1000 تا پپه تا مثلا 2000 تا پپه جمع کنید. مثلا این یه پلتفرم پپه، یه پلتفرم این پپه، 2-3 تا پلتفرم دیگه هم هست. میبینید روزی میشه 10 تا پلتفرم، هر پلتفرم 2 تا 20,000 تا روزی جمع کردید و
در 10 روز 200,000 تا جمع کردید. شاید الان قیمتی به اون صورت به نظرتون نداشته باشه، ولی خب در آینده میتونه قیمت زیادی داشته باشه. این هم اکانت MPP که 2 روز 16 ساعت گذشته و ما 6350 تا توکن جمع کردم. خواستم بهتون بگم که فقط روی یه پلتفرم من تمرکزمو نذاشته بودم. هر دو تا پلتفرم اونجوری که مشاهده کردید من ازش توکن پپ کسب کردم، یعنی توکن پپ به دست آوردم، یعنی در داخل هر دو پلتفرم فعالیت داشتم و دیگه چیزی به اون صورت واسه توضیح نمیمونه. امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو ببرید. مثلا با این دید نگاه کنید که شما از الان هرچی جمع کنید 1 سال بعد قراره بهتون ثمره بده. البته تو همین مسیرم بهتون ثمره میده، ولی خیلی از توکنا و ارزایی که کنار میذارید خیلیش رو واسه سال بعد، چند سال بعد حتی میتونید کنار بذارید یا میتونید استفاده کنید، چون رشد خوبی خواهند کرد.